خوبی یک طرف، تقوا و خدا ترسی یک طرف، جذابیت زن و مرد برای همدیگه. در کنار خوبی و پاکی و تقوا و تدین باید زن و مرد جذابیت داشته باشن برای همدیگه تا عفت حاصل بشه. اگر دختر و پسرمون همدیگه نمیخوان، اجبارشون نکنید. بعد از 3 تا 4 تا بچه خودشون نشون میده. با غذایی که دوست نداره تو چرا وادارش میکنید؟ یه خوبی دیگه که دلش هم بخواد بهش بدید. باید برای همدیگه جذابیت داشته باشن. جمال منظورم نیست، جذابیت غیر از جماله، مهر غیر از جماله. شاید از نظر تو زیبا نباشه، جذاب نباشه، ولی برای شوهری که خودش رو انتخاب کرده، اونو انتخاب کرده، براش جذابه. اجازه بدید.